رنگه که گیلک و خاک شدم 100 دفعه برید گفتم این پخلا که پاک نازکتر من داد تسه که کم همه پیچ خود و جون دیدن ده تا فردا چکار اینا چوش نون مایم اشته کن مایی چکار شد تیاران شد الانی اینا کار نمیکنه درست میکنه روزی ترک که کمی خرمان رد شده گه ده دفعه گفتم بولی همین پخلا ای نکو که باش اینا رو اول کنیم مقبول اول کنیم بعد اینا توی کوی تو خر ای کردی که تو باید این کی لالا راسته ترست این تسمو نبوره برو لالا به دیر پیش من هستی بگیریم پخلا روار کنیم لگه به دیر پیش من هم یک نفر اینجا رو چکاره؟ کاش نون نمی ککو اینه هم یک نفر بسته لگه به دیر پیش من لگه ماما خیر بین آورتار بنده اونا خیر بینی حالا تیغه شده است خود گریفتی یادم نگاری لالم بدم تیغه شده است همه بدهی مکان این خیلی عدا چه با گیره میکنی؟ چرا گیره میکنی؟ برای کاکا من امروز آمدم به صحرا بدون من توکل پیش به خراب شدم هم مزدیرا و میجگان هم بجنای چینه میگم من بزنم به چک بزن به تشونه ها براتون به سرا رفتم منم زن داره که باشه یا چاکرم بیا که خدا تو فرش زمین میکنه بیام به سرا این لحظه که برارم اینا هم کارا خودتونه گناه خودتونه اگه تو کار کنی زحمت کشی چرا ایده بگه اگه توش میکردی ترکتر پیش تو خراب نمیشود چرا تو رو میزن بابا جان مثل گیوری من کار میکنه ترکتر داره فرفاله داره اشتا کار میکنی که اگه کار میکردی تو با دروغ رد نکن یک چیز دیگه گناه خودتونه برارمه چرا؟ با میگه چری گناه خود تو عدین برارمه که برفتی به پیش کاکا خون نوروز مزدور شدی آخه مطال مردم قدیر نشنیدی که میگه به زیر کار بمر ولی منت قرمخیش گوش نکش خب تو سیف تو میگی منت مردم قرمخیش گوش نکش منت قرمخیش گوش نکش ما سردیری ما زمین داریم نداریم کار کن گیلا زحمت کرد صاحب بارگاه خود خو تا اول میشمی تو نادار بشی منت چه کار شده؟ میگم مرگی لغصاب مار خراب کردی آره تو حساب نداری من نزه نبادی باره میگه زیر کار بمر ولی منت قرمخیش گوش نکن حالا کم برو کار کن زحمت کش که سوار گپ به تا ساعت تو نباشه برارمه همین چک ببر اگه وزن بده دست کار کاکا منو خاطر برو ببر یا قدم راه برو تیر از فجر بخیر بخوری خجیدن کجا بوده گیلا؟ جان جره سلام کاکا تو با سر زمین قال دیشه سر صدا میکنه گفت 2 ساعت میشه بزی زنگ زدم درک نداری برای چک ری کردی بودم کجایی تو؟ گم شدی؟ چی؟ کاکا تو قال دیش کاکا تو نوروز چرا؟ همه ترکتل چیلک خراب شده منو بزن پیش تو خراب شده بود؟ هم بابا میگه ای کو بالا شو ای کو نر عمل کن
4 5 تا مفخور دیگه هم بگیرید که اونجا اونم یکی اونجا شیشته یکی اونجا شیشته. انا به من میگه چیزی تلکتول خلاص شده به چک بده به تاش اونم من برفتم مثلا با زنگ داده به زنگ خو که تری نامراد رای نمیکنی چکرم بگو بیای. یعنی از حال تا بدم زمینا جا پیش کاکا خو بر 100 دیگه که خوش شد. چرا که تم هر کسی میبینی دست خو بالا میکنی دیگه. ایلک جو سکو برا رو خوب گردم خوب کار کرد که ترزا دستایو بره به بهشت نمیگی چری سرابه که گیده گاب میزنم سرگی چره تله گنده تو هم بره به تا دوزخ. کاکا مثل پیار آدمه اگر آدم بزنه جون آدم درد نمیکنه. همه انگار که تو منی تو رو خوبه کرده بزوبه یعنی صبر کو تو انگار که منی چکم کاکا منه همه تا بزنه به تاش صبر کو حال تا شوناتو بزد شوناتو بشکر نه نش کسی بیا سکشونه پالیون برا رو خور بگردم لات از او فایده داره به تو مثل مردم قدیم نشنیدی تو چی میگه؟ نشنیدی؟ نه گفته به زیر امی کار بمو نه به ننگ سیال سیال میفهمی معنای چی میشه؟ نه بچه ماما بچه خاله بچه عمه بچه کاکا یعنی میگه گردن تو یک وقتی به پیش زینا کج نباشه که به زینا بمیگی به ما کمک کنه اگر طور بزد به پی فایده تو شد برا رو خور بگردم اولکم تو به دل خو نگیر خیر کاکا تو نمیسته پیارتونه برو به سر کار برو نه خب همین چرا فعالار بیارده بلوک بفخوره یک پیرمرد اینجا بیاورده که اصلا نمیتونه خور جمع کنه او بیاورده چک بده ده بسته یک دیگه بیاورده برادر که تو رو میمیز خدا رسیه فقولون خیرات بجو صاحب کو یک چیزی ما از تو پرسان میکنم تحریم سیکو چند سال کاکا تو نوروز دیگه زنده این سال 30 سال شاید باشه حال میگم چند وقت دیگه زنده خواهد باشه من چی میفهم شاید 2 روز دیگه زنده باشه 3 روز دیگه زمین مکمل هم به تو میمونه آخه نه بابا برو برای همون کار از برو به قصی آماده معبود نشو چی میفهم پیرمرد شده 2 روز زنده دیگه زنده میموره میره برای کار خو میره میپاگه می زمین و زمینداری هم اصلا چوش کو به تاثیر میزنی حاله پیاز یک موی هم ندارم پاگه میکله مرا میچکنی میره برای کار خو برو دیگه سن نکو که قال مقال میکات تو گوش کن نه ول بشه دیشب زن کاکا کلا پاچست نمیدم پخته کردم باور میکنی همین قسمت پینات که به یاد مامور بیلاک اگه ما جوده کاکا تو باشم باور که تو نونم نمیده آره گپ مخنازی که چی شاتر بیری میکنه برو دیگه سر که مرتکه منتظره این 4 تا دست پنجه دادم شکم تو میزنه برو وای 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 اگه تو یک روز یک دست لات میزنه به خدا روز تو 10 دست لات بزنه تو برای خورسته نمیشی تو سه کو 4 ساعت میشه تو برای چاک ری که تو علی السلام علیکم مرتکه تو چی میشناسی سلام مامان نوروز خیلی سلامت چطور کردن خرمنا لات کردیم یا نه؟ بله لات کردم خوب شد دیگه مامان نوروز ما گفتم باشه به شما یک چیزی بگم میگی لات برارزاده خود 1-3-4 روز بعد این دست ما بدیم بیخی اگر روز موزی حساب میکنه و رقم حساب میکنه موزی پول میده ما همی در دستاف و اینا جمع کنیم این خرمن شهری لات کنه دل جمع شه رمزون بله اینا که ور دوام سر خرمانه نمیرونه برات نون اینا دو تا برج عقرب پیش تو باشه اما بیزار از این برازاده هم چرا باید الذین آمنوا توبه لگه که من بنام گیلک برازاده داشته باشه چه کاره چه کاره یه فکی بری یاد داده که به زیر کار بمر منت مردم نکش امروی به من دیگه خوب منت از کش میکنم به زیر کار بمر منت مردم نکش مامان نوروز آخی او که منت شما رو میکشه شما که منت از اون نمیکشیم 24 ساعت شما مفت کار این منت مرکش میکنی یا مکش میکن منت از اما ما به فکی بری لقمه نونه میده کار کنه خوب به حال خود روزی از طرف خدای هر رقم باشه او صغیر روزی خود پیدا میکنه اگه اون نباشه می زمینا شما ایت یک گوجب کشت نمیشه پس تو باشمی گفت پرانسی یاد داده که منت کاکا خود کش نکن یاد دادی یا های ماما نوروزی گپا چیه باور کنم اگه من رو تا حال دیده باشم باز امی گپا که شما میگیم امی گپا هر کس بیده برای یاد داده خود امی گپا بزرگ بگفتن که تو یعنی برو از خود کاری پیدا کن بمر که منت قوم خیش نکشی خوی گفت برای یاد دادن اگه من خواه پیش خود خونه نگم شما میگیم والا کمان وسا خرمانه بگره تو برج اقرب لولا پیش باش اصلا من در کارم ندارم من خودم تا افتاد برو خوب باش